عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما در رابطه با وقت شب قدر که شب قدر در چی وقت است، البته در این رابطه احادیث های مختلف وارد شدگی است که بعضی این احادیث ها بیانگر این است که شب قدر در آخری از رمضان است و بعضی احادیث های دیگری هست که شب قدر در آخری از رمضان در شب های تاقی از همون 10 روز آخری از رمضان است، یعنی در شب 21 و 22 و 25 و 27 و 29 و همچنین آخری شب که در رمضان است، آخرین شب هم داخل است در شب قدر. پس راجح ترین قول در این رابطه امین است که در حدیث بر روایت مادر من عایشه میاد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که تحروا، و در بعضی روایات میاد که التمسوا لیله القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، یعنی شما جستجو بکنید شب قدر را در 10 روزی از آخری از همون طاقهای شب از رمضان. پس قول راجح در رابطه امین است که شب های طاق از همون 10 روز آخری از رمضان است. و اون احادیث هایی که اشاره بر این است که شب قدر در 10 روز آخری از رمضان است و باز احادیث های دیگری هست که در 10 روز آخری از رمضان در شب های طاقش است. پس او اولی حدیث هایی که در 10 روز آخری از رمضان آمدگی است اونها عام هستند و اون احادیث هایی که در شب های طاق از 10 روز آخر است اینها خاص هستند و در قاعده اصولی است که خاص مقدم شود بر عام. و همچنین احادیث هایی که اشاره بر این است که شب قدر را شما در 27 و یا که 25 و یا اینکه 29 شما جستجو بکنید، پس یعنی که اینها مقید هستند به کسی که در حالت عجز است، مقید هستند به کسانی که در حالت عجز و ضعف هستند. به این شکل قطعی بین تمام احادیث ها جمع بندی می شود. پس خلاصه هم مثل که مسلمان شب قدر در شب های طاقی از 10 روز آخر از رمضان جستجو بکند، شب 21 شب 23 و شب 25 و شب 27 و شب 29 و اگر که براش عاجزی آمدک، ضعیفی آمدک از اینکه دریافت کردن ام شب‌های طاق از آخری از 10 روز از آخر رمضان، پس ایرا در همون شب 25 و شب 27 و شب 29 یعنی که جستجو بکند. به این شکل قطعی بین تمام احادیث ها جمع بندی می شود. بارک الله فیکم. چنانچه که در حدیث بر روایت عبدالله بن عمر میاد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که التمسوها فی العشر الاواخر، یعنی شما جستجو بکنید شب قدر را در 10 روز آخر از رمضان، فان ضعف احدکم او عجز فلا یغلبن علی سبع البواقی، یعنی که اگر که از شما ضعیفی اومده که عاجز ماندید این او شما جستجو بکنید در همون 27 و این تفسیر کننده قولی حدیثی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که این شب قدر را شما جستجو بکنید در 27 از آخری از 10 روز آخر از رمضان، در شب 27 و تفسیر کننده همین حدیث است که یعنی کسی که در حالت عجز مانده در حالت ضعیفی قرار گرفته او جستجو بکند و الا در 10 قول راجع در 10 روز آخری از رمضان در شب های طاقی از 10 روز آخری از رمضان است. بارک الله فیکم.